امروز در خدمتتون هستم با یه بستنی توت فرنگی و موز. داریم به روزای گرم تابستون نزدیک میشیم و هیچی بهتر از خوردن یه بستنی خوشمزه تو این روزا بهمون نمیچسبه و چقدر لذت بخشه که این بستنی خونگی باشه. مواد لازمش: توت فرنگی 500 گرم، موز 1 عدد، شکر 3 قاشق غذاخوری که قابل حذفه، شیر 1/3 پیمانه، خامه صبحونه 2 قاشق غذاخوری. اینجا میان توت فرنگی و موزمون رو خورد میکنیم و توی یه ظرف میریزیم و میذاریمش داخل فریزر که من از قبل این کار رو کردم. توت فرنگی ها و موزم رو گذاشتم داخل فریزر تا یخ ببنده. برای شروع میتونید با گوشت‌کوب برقی مخلوط کن یا غذا ساز. اول میان توت فرنگی و موز یخ زده رو داخل کنمون میریزه. خامه، شکر و یه مقدار شیر رو میریزیم. و به کمک خرد کنمون مواد رو با همدیگه کامل مخلوط میکنیم. اینجا الان یه مخلوط یخی داریم. شما میتونید میزان توت فرنگیتون رو بیشتر بریزین. اگه توت فرنگی رو بیشتر بریزین بستنیتون حالت یخمکی میگیره. این بستنی هم فوق‌العاده آسونه هم فوق‌العاده خوشمزه است. اینجا میبینید که من تمام شیر رو نریختم، پس شیر رو کم کم بریزیم. این بستنی رو الان میتونین بریزین داخل قیف و داخل نونای بستنی بریزین، ولی من الان این بستنی رو داخل ظرفش میریزم و میذارم حدود 1 ساعت تا نیم ساعت دیگه تو فریزر بمونه و بعد از فریزر درش میاریم و داخل کاسه یا نونای بستنی قرارش میدیم. من الان اینو میذارم داخل فریزر به مدت حدوداً 1 ساعت تا یکم خودشو بگیره. بعد از فریزر خارج میکنم و با هم دیگه داخل جام یا داخل نونای بستنی میذاریم. خب من الان حدوداً 1 ساعته که بستنیمو داخل فریزر گذاشتم. الان درش آوردم و میخوام توی ظرف مورد نظرم بذارم. یکم اسکوپتون رو خیس کنین و بعد میتونید حتی بستنیتون رو داخل نونای بستنی هم سروش کنید. من با یه مقدار پودر پسته، یه توت فرنگی خوشگل و یکم سس شکلات بستنیمو تزیینش کردم. اینم از بستنی خوشمزه توت فرنگیمون. امیدوارم که درست کنید و از خوردنش کنار عزیزانتون لذت ببرین. با لایک ها و کامنت هاتون حمایتمون کنید تا بتونیم بهترین ها رو با هم دیگه تجربه کنیم. و یه ترفند دیگه هم برای موز بهتون بگم، اگه میخواد موزتون موندگاری زیادی داشته باشن
موزاتون رو دسته موز رو از هم دیگه جدا کنید و سر موز رو با فویل بپوشونید. با این ترفند موزاتون مدت زمان بیشتری تازه میمونن. از بستنی خوشمزه امروزمون ممنونم که تا آخر با من همراه بودین.